روی کوهی از ثروت و ارث غصبی نشسته بود و پادشاهی می کرد. فکر می کرد برای همیشه برنده شده است. اما ناگهان ورق برگشت. دردی عجیب به جانش افتاد. دردی که نه پیشرفته ترین دستگاه‌های پزشکی تشخیصش دادند و نه هیچ داروی گیاهی و نسخه طب سنتی توانست آرامش کند. آنجا بود که فهمید پول حرام خرج بلای بی‌درمان می شود. چوب خدا واقعاً صدا ندارد. سالها پیش در روستایی دور افتاده که هنوز بوی خاک نم خورده و کاهگل میداد، خانواده‌ای زندگی می کردند که اعتبارشان زبانزد خاص و عام بود. اما در پس این ظاهر آرام، طوفانی در حال شکل گیری بود. طوفانی که از یک طمع تاریک شروع شد. وقتی بزرگ خاندان از دنیا رفت، برادر بزرگتر که سالها کینه و حرص را در سینه‌اش پنهان کرده بود، تمام اسناد و مدارک ارثیه را با نیرنگی کثیف به نام خود زد. او حتی به برادر کوچکتر خودش که در بستر بیماری بود، رحم نکرد. برادر کوچکتر دغمرگ شد و رفت. و همسر جوانش ماند، با سن و زاد خردسال، شکمی گرسنه و سقفی که دیگر متعلق به آنها نبود. برادر ظالم با نفوذ و پولی که به دست آورده بود، چنان عرصه را بر این زن تنها تنگ کرد که تمام اهالی روستا از ترس قدرت او درها را به روی این مادر و سه‌قلوهایش بستند. او مدام در گوش مردم می‌خواند که این زن شوم است و فقرش تاوان گناهان پنهان اوست. مردم هم که همیشه برده قدرت و ثروت بودند، حرفهای او را باور کردند. زن بیچاره، بیپناه و طرد شده، در میان نگاه‌های سنگین و قضاوت‌های بیرحمانه آدم‌هایی که تا دیروز به او سلام و احترام می‌گذاشتند، گیر افتاده بود. فشار تهمت‌ها و گرسنگی نوزادان کار را به جایی رساند که در یک شب سرد و تاریک پاییزی تصمیمی گرفت که خون در رگ‌های هر شنونده‌ای منجمد می‌کند. نیمه‌های شب در سکوت وهم‌آور روستا، او 3 نوزاد قنداق شده را در آغوش کشید، از دروازه چوبی دهکده عبور کرد و قدم بر شنهای سرد بیابان گذاشت. زوزه باد وحشی کویر، صدای گریه ضعیف بچه‌ها را در خودش می‌بلعید. فردا صبح وقتی خورشید بالا آمد و کلبه مخروبه زن را خالی یافتند، برادر ظالم پوزخندی زد و در میدان روستا فریاد کشید: دیدید عاقبت زن گناهکار چه شد؟ بچه‌هایش را در بیابان رها کرد تا خوراک گرگ‌ها شوند و خودش فرار کرد. همه او را مادری سنگدل نامیدند. هیچ کس نرفت تا رد پاهای لرزان او را در رمل‌های داغ بیابان دنبال کند. هیچ کس نپرسید که یک مادر چطور می‌تواند از پاره‌های تنش بگذرد. اما آنها حقیقت را نمی‌دانستند. زیر آن رمل‌های تاریک و بیرحم رازی پنهان بود که افشای آن پایه‌های عمارت پرزرق و برق برادر ظالم را ویران می‌کرد. حقیقتی که هیچ کس نباید می‌فهمید، چون اگر فاش می‌شد، ثابت می‌کرد که در این دنیای بی در و پیکر هنوز هم دستی بالاتر از دست ظالمان وجود دارد. دوستان عزیزم، قبل از اینکه پرده از راز بزرگ آن شب بیابان بردارم و بگویم چطور چرخ روزگار تقاص آن اشک‌های بی صدا را گرفت، ازتون میخوام اگر شما هم تو زندگیتون به قانون کارما و بازتاب اعمال اعتقاد دارید، اگر با چشم خودتون دیدید که چطور از هر دست بدی از همون دست میگیری، همین الان روی دکمه لایک کلیک کنید و تو کامنت ها برام بنویسید چوب خدا صدا نداره. این کار کوچیک شما به من انرژی میده تا داستان‌های عبرت‌انگیز بیشتری رو براتون روایت کنم
و البته باعث میشه این پیام مهم به گوش آدمهای بیشتری برسه. بریم سراغ ادامه ماجرا. سالها از آن شب شوم در بیابان گذشت. برادر ظالم حالا به یکی از ثروتمندترین مردهای شهر تبدیل شده بود. خانه‌ای داشت که شبیه قصر بود و سفره‌ای که از طول و عرضش نمیشد گذشت. او روی کوهی از ثروت و ارث غصبی پادشاهی می‌کرد و فکر می‌کرد برای همیشه برنده شده است. اصلاً یادش رفته بود که روزگاری صدای ناله برادرزاده‌هایش را شنیده و روی برگردانده است. اما روزگار حافظه بسیار دقیقی دارد. طبیعت حسابدار بیرحمی است که هیچ بدهی را فراموش نمی کند. درست در شبی که او برای جشن پیروزی یکی از بزرگترین معامله‌هایش تمام بزرگان شهر را دعوت کرده بود، اتفاقی افتاد که هیچ کس انتظارش را نداشت. وقتی گیلاس شربت را بالا برد تا به سلامتی ثروت بی حد و حصرش بنوشد، ناگهان لرزشی عجیب در دستانش حس کرد. لرزشی که جام بلورین را بر زمین کوبید و هزار تکه کرد. آن صدای شکستن در واقع صدای ترک برداشتن امپراتوری ظلم او بود. دردی جانکاه مثل ماری سمی از نوک انگشتانش شروع شد و در کسری از ثانیه تمام بدنش را فرا گرفت. دردی که پیش درآمد یک مکافات وحشتناک بود. آن شب قضایی نقطه پایان آرامش دروغین او بود. لرزش دستها خیلی زود جای خودش را به دردهای استخوانسوز و بیخوابی‌های مطلق داد. مردی که تا دیروز با یک اشاره سرنوشت آدمها را تغییر می‌داد، حالا در بستر بیماری مثل یک تکه چوب خشکیده به خود می‌پیچید. ثروتش را به پای بزرگترین متخصصان و پزشکان ریخت. او را به مجهزترین بیمارستانها بردند، اما دریغ از یک تشخیص ساده. هیچ دستگاهی نمی‌توانست منشأ این آتش درونی را پیدا کند. وقتی علم نوین جوابی نداد، دست به دامن طب سنتی شد. تمام حکیمان نامدار و عطارهای پرآوازه را بر بالینش آوردند. نایابترین گیاهان دارویی از ریشه جینسینگ وحشی تا کمیابترین عصاره‌های تسکین دهنده را برایش دم کردند. اما عجیب بود، داروهایی که درد سخت‌ترین بیماران را شفا می‌داد، در گلوی او مثل زهر هلاهل می‌سوخت و بیقراریش را بیشتر می‌کرد. آنجا بود که یک پیرمرد حکیم با نگاهی سنگین به او گفت: درد تو از خاک نیست که با رستنی‌های خاک درمان شود. درد تو از آسمان است. تو آتشی را بلعیده‌ای که هیچ مرهمی در هیچ عطاری برایش پیدا نمی شود. بله، پول حرام دقیقاً از همان جایی که آمده بود داشت خرج بلایی بی‌درمان می شد. روزها می گذشت و او قطره قطره در استخر دارایی‌هایش غرق می شد. برای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور درمان‌های بی‌نتیجه و آوردن طبیب‌های خارجی، مجبور شد یکی از قدیمی‌ترین ملک‌های پدری را بفروشد. همان عمارتی که با غصب آن برادر کوچکترش را دق مرگ کرده بود. خریدار شرط کرده بود که باید سند اصلی و قدیمی دستنویس هم ضمیمه معامله شود. ظالم با دستانی لرزان و تنی رنجور به زیرزمین نمور خانه‌اش رفت تا صندوقچه خاتمکاری قدیمی پدرش را باز کند. صندوقچه‌ای که سالها در تاریکی مطلق خاک می‌خورد. وقتی قفل زنگ زده را با زحمت شکست و در چوبی را بالا داد، بوی نا و کهنگی به صورتش خورد. در میان کاغذهای زرد شده، چشمش به یک پاکت چرمی مهر و موم شده افتاد. پاکتی که هرگز آن را ندیده بود. با کنجکاوی و اضطرابی خفه کننده،
مهر را شکست. کاغذ کاهی داخل پاکت را بیرون کشید. خط آشنای پدرش بود. وصیت‌نامه حقیقی. وصیت‌نامه‌ای که در آن صراحتاً نوشته شده بود تمام آن عمارت بزرگ و زمین‌های حاصلخیز دقیقاً به نام برادر کوچکتر و فرزندانش است و برادر بزرگتر تنها حق استفاده از یک دکان کوچک را دارد. اما این تمام ماجرا نبود. زیر وصیت‌نامه نامه‌ای دیگر با دستخط برادر کوچکترش قرار داشت. نامه‌ای که تاریخ آن به چند روز قبل از مرگش برمیگشت. برادر عزیزم، می‌دانم که اسناد را جعل کرده ای. می‌دانم که قصد جانم را داری. من تو را به خدا واگذار کردم، اما بدان آه همسر و سقلوهای بیگناهم روزی پایه‌های قصرت را ویران خواهد کرد. از هر دست بدهی بیشک از همان دست خواهی گرفت. نفس در سینه مرد ظالم حبس شد. تپش قلبش به قدری بالا رفت که صدای کوبش آن را در گوشهایش میشنید. تشت رسوایی او نه در میدان شهر، بلکه در خلوت‌ترین و تاریک‌ترین نقطه خانه‌اش با بیرحمی از بام افتاده بود. او روی زمین سرد زیر زمین زانو زد. بغضی آمیخته با وحشت گلویش را چنگ میانداخت. تازه فهمیده بود که چرا هیچ دارویی، هیچ گیاه شفابخشی و هیچ ثروتی نمیتواند او را نجات دهد. او در تله عدالت کائنات گرفتار شده بود. اما سرنوشت آن مادر و سقلوهایش چه شد؟ آیا آنها واقعاً طعمه گرگ‌های بیابان شدند؟ یا دست تقدیری دیگر در کار بود؟ اما بگذارید به آن شب سرد پاییزی در دل بیابان برگردیم. شبی که همه فکر می‌کردند آن مادر جوان جگرگوشه‌هایش را به دندان گرگ‌ها سپرده است. حقیقت چیز دیگری بود. حقیقتی که قلب آسمان را به درد آورد. مادر بچه‌ها را رها نکرده بود. او می‌دانست که ماندن در آن روستا یعنی مرگ تدریجی نوزادانش از گرسنگی و کینه برادر شوهرش. او با پاهای برهنه در حالی که هر سه نوزاد را زیر چادر کهنه‌اش به سینه فشرده بود، ساعتها در میان رمل‌های یخزده کویر راه رفت تا خودش را به مسیر عبور کاروانها برساند. نزدیک سحر، وقتی دیگر توانی در پاهایش نمانده بود، روی زانو افتاد. او خودش را سپر بلای سرمای کویر کرد تا نقلی ترین پاره‌های تنش گرم بمانند. صبح فردای آن روز، کاروانی از تاجران و حکیمان صحراگرد که مسیرشان را گم کرده بودند، با هدایت صدای گریه یک نوزاد به پیکر نیمه جان مادر رسیدند. معجزه الهی دقیقاً همان جا رقم خورد. کاروانیان که انسان‌های شریف و خداشناس بودند، مادر و سقلوها را نجات دادند و با خود به شهری دور دست بردند. شهری که دست کثیف آن برادر ظالم هرگز به آن نمی رسید. سالها گذشت. تضاد روزگار حالا خودش را در بیرحمانه ترین و در عین حال عادلانه ترین شکل ممکن نشان میداد. در یک سوی داستان، برادر بزرگتر در قصری از طلا با بدنی که از شدت درد ناشناخته تحلیل رفته بود، روی تخت ابریشمین خود زوزه می کشید. او در میان کوهی از داروهای گران قیمت، نامه کهنه برادرش را روی سینه می فشرد و قطره قطره جان می داد. هیچ ثروتی نتوانست یک ثانیه خواب راحت به چشمانش بیاورد. او در اوج دارایی، فقیرترین و حقیرترین انسان روی زمین بود. اما در سوی دیگر این دنیای پر از راز، سقلوها بزرگ شده بودند. آنها در سایه مادری فداکار و در محیطی ساده و پر از عشق،
قد کشیدند. دست تقدیر چنان چرخید که آن 3 کودک بیپناه حالا به انسانهایی دانا و حکیم تبدیل شده بودند. آنها دکان عطاری کوچکی در بازار شهر جدیدشان داشتند، با دستانی شفاگر که با ساده‌ترین گیاهان و ریشه‌های دارویی مرهم درد دردمندان می‌شدند. خانه آنها شاید به بزرگی عمارت عموی ظالمشان نبود، اما بوی آرامش می‌داد. بوی نان گرم، بوی بابونه و گل گاو زبان و صدای خنده‌هایی که از ته دل به آسمان می‌رفت. آنها نمی‌دانستند که در همان لحظاتی که با خیالی آسوده و تنی سالم چای دارچین می‌نوشند و شکر خدا را به جا می‌آورند، فرشته عدالت تومار زندگی ظالمی را که حقشان را غصب کرده بود برای همیشه در هم می‌پیچد. کائنات بی صدا اما با دقتی حیرت انگیز ترازوی خود را میزان کرد. این داستان فقط یک قصه قدیمی نیست. این یک قانون نانوشته در تار و پود این جهان است. قانونی که میگوید هیچ ظلمی بی پاسخ نمیماند و هیچ قطره اشک مظلومی در خاک گم نمی شود. اگر امروز در زندگیتان با بی‌عدالتی روبرو شده اید، اگر حق شما را خورده اند و دستتان به جایی بند نیست، صبور باشید. دنیا دار مکافات است و چرخ گردون همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد. دوستان همراه و عزیزم، امیدوارم از شنیدن این روایت سنگین اما رهایی بخش احساس آرامش کرده باشید. اگر شما هم به قدرت حقیقت و زیبایی حکمت خداوند باور دارید و دوست دارید هر هفته با داستان‌های عمیق و درس‌هایی که هم برای روح و هم برای جسممان شفاست همراه من باشید، حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید. حضور شما در این کانال دلگرمی بزرگی برای ادامه این مسیره. یادتون نره، همیشه با قلب پاک زندگی کنید، چون چوب خدا هیچ وقت صدا نداره. تا ویدیوی بعدی و یک روایت ناگفته دیگه، در پناه حق باشید.